دوستان سلام. در این ویدیو میخوام در مورد خواب باهاتون حرف بزنم. ببینید، خواب زمان تنظیم مجدد انرژی ماست. زمانی که ما میخوابیم، موجود درونی ما که همون روحمون هستش دوباره یک انرژی از کهکشان دریافت میکنه و به ما منتقل میکنه. اینو خودتون همتون احساس کردید. خب حالا ما چجوری از این روند خواب بهترین استفاده رو بکنیم؟ ببینید، خواب واقعا تفاوت آنچنانی با تولد دوباره نداره، فقط ما درک نمی کنیم. حالا من یک چیز خیلی کوچیکی بهتون میگم، این انجام بدید تا خوابتون عالی شه. دوستان، قبل خواب که میخواید بخوابید این جمله رو بگید: من در آرامش کامل میخوابم و صبح با انرژی بیدار میشوم. فقط تمام شد. خیلی ساده است. دوستان لطفاً همین امشب این انجام بدید، نتیجهشو ببینید.